برای چی شما ترک صحنت کردید و مخصوصا نوازنده روزبک فیضلی شده؟ یا رنگ دونوران اینی مثل که با بوده ولی نه ولی که نمیدونم در تغییر رنگ هم بوزم در تغییر که باشه نگیر روزبک من هم اکای هم استادای هم بچه امام هستن چی مرسه بسیاری ما اکای تو کم زوری نکنین بسیاری ما باشه برای دویت خوندن روزبک رد کردگی نیست میشود فقط رحیم پروداکشن. سلام عرض میکنم به کل تماشابینان سامانه رحیم پروداکشن و به کل اون نفرانی که این لحظه برنامه سیرهای نقطه ما رو تماشا دارند. مهمان برنامه نوبتی ما حضور داره که از شعرهای شناخته صنعت تاجیک قابل صدیقه خوش آمدید به برنامه ما. سلامت باشین، زنده باشین. سلام خدا رو به تمام تماشابینان یعنی رحیم پروداکشن میرسونم. تشکر زیاد و ما حضور احمد میگیم به شما که در برنامه ما اشتراک کردید. تیارید به قسمت سوال جواب برنامه. یکم سوال با شما چنین دارم میشود که اکا جان شما از کجا هستید، چند سال هستید و با چی کار مشغول هستید؟ من قابل صدیقه 4 اپریل 1989 در ناحیه تیمورملک دهه کنگرد به دنیا آمدم. شاید انمی تماشاگرانی که این لحظه ما شما رو تماشا دارم بگم که برای چی ما از قابل صدیقه در روی صحنت نیستید، کلیپای نام نکردید، نوارای نام نکردید و برای چی شما ترک صحنت کردید و مخصوصا نوازنده روزبک فیضلی شدید؟ اکا یک پیام میگه که در نصیب تقدیر چیزی که هست ما باید تقدیر روزی خیلی خدم هم میدانم هم نمیدانم بعد ایرا ممکنه که دیکتاور بگم برای چی بس کردیم برای چی گپی که شما سوال دادن که برای چی نوازنده روزبک من هم اکای هم استادای هم بچه امام هستای خیش تاور هم از طرفه این یکم جو چیزی نیست که مثلا من برای چی موزیکان رفتم خطیو نرفتم اصلا ما اگر 100 سالم خطیو برم خطایی نیست. شاید همین سوالا هم با شما پیشنهاد کردگی باشن گفتگی باشن که برای چی که مثلا شما داشته مثلا یک مدت معین کلیپای خیلی خوب بود، پیشرویتون خیلی بهتر بود، لیک یک بار قفا زدید، یک بار یکون چیز نکردید. سبب اینمی روی صحنه نبرآمدن شما در چی بوده که خوبی جان؟ این سبب شاخه گفتم که حاضر همین سوال ما شما دادم اینا میگم حاضر بعدتر که برای چی بود مقصد چی بود دیگه نه ای 2017 هایی که نه کلیپ کردم نه سرودی نکردم نه چی نه که در آینده گفتنی هستم که اون قبولت نمونده میشود چند سرودی نو تیار کردگیم این با نزدیکی ممکنه که برایدن نصیب باشد باشد. باز میگذاریم و دیگر قسمتی سوال جواب بکنیم. شما در اولی چند کسی؟ 4 نفر. کی و کی؟ 3 پسر یا دختر. شما پسر چندم؟ دوم. پدر مادر هستن؟ نه پدرم گذشته مادر در خیلی حیوت هست. پدر در چند سالگی شما گذشته؟ پدر در 57 سالگیش. در 57 سالگی شما از اولین سرودی خوندگی شما کدام سال بوده که؟ اولین سرودی خوندگی من این سرودی سهراب سعید میگن هم کنگرد یک حافظی خیلی بیاد حافظی خوب چه شب‌های برایت دیگرگو کردم یکم سرود من سرود یک کسی که اگر دیده سوال شما این سرود میدونه که و کدام سرود بیشتر در بین مردم شما را مشهور گردانید؟ من فکر میکنم کدام سروده که برآورده من مردم گوش کرده یگان تشن نمیدونم که ایشی و ایشتن از ایشیده من چند سروده کردگی بعد من اون قصود بسیار ندارم یا همه میدونید چند سروده کردگی رزولت خوبشون بوده همش. کدام سال اویله داشتگی؟ 2014. اویله شما انتخاب شما بود یا از پدر مادر؟ همه اخیل من پدر مادر. چند فرزند داره؟ 2 فرزند. پسر دختر؟ هر دوش دختر. ماشاءالله خدا من عمرش دراز کند. باز میگذاریم و دیگر قسمت سوال جواب اکای خوبی جان که شما گفتین که اکای روزبک خیش تبارای استاد مای برادرای مقصد همه جهت در برای شما هستند. شما برای چی همراه روزبک فیضلی یگان دویت نمیکنید؟ سال 2011 به 12 به دویت نیست کردگیم و نکی نقشه ها در اصل نکی میکنیم گفتم که با نزدیکی ایشالو مقصد نقشه های خوب هستند خطی روزبک هم خطی گوی یک کزیگه هم هستند و میشوان نصیب یک کزیگهش که نکی من چند باره که گفتگیم برای دویت خوندن روزبک رد کردگی نیست میشوان فقط وقت نکی خدم نکی همه گپ همه گو میکنم با میپرسم نکی مثلا کمی که نگه چه خیلی کردی که این محل حال میگم
هیچ نکه میشود اگر قبل وقتی که سرودای خود رو میبرید همه سرودای شما طریق ویدیو کلیپ میبرید مثلا در خارج کشور در درون کشور در همین کلیپ هایی که شما همراه بسیارتر دختران نقش می‌آفرید در زندگی شما یگان مانعی ایجاد نمی‌کنه نه عموما یگان بارمشیدگی نیست نه انیق چیزی که از همه یکم گرده نیست باشد اکا جان همکاری میان صنعتکارا با همش همکاری دارید بله همه صنعتکار همکاری همش خیلی رفت آمد دارم همین قریب که هر روز میبینیم همه رو با شعرهای شما را کی می‌نویسد شعرهای مرا حسن چیلا هم می‌نویسد مهراج همکورسم هست مهراج جبار مهراج جبار هم می‌نویسد همه شعر ما پارچه هم استاد حسن چیلا من مهراج جبار امی روزبک فیضلی سرود مهراجین جبار دزدگی شبان حق داره یه او دزدگی نیست همه خیلی دوید ما هست که دوستان درآمد اینا مهراج ارانجیروف کرده زبان ناو ای چی میگن ای نو لک ناو ارانجیروف کرده زبان همجا روزبک اشتگی بعد دید ماسد گوشکاکی سرود خوشو مرا بته خیلی که روزبک مودم استاد مهراج نام استاد دیگه او اگه دیگه چی میگه هیچ خیلی ما استاد سکش میگه گیرید خوندش همین مردم ارگا خیلی گپون نیستن این دزدیان نه چی هم خیلی مهراج براور دو سودا که من همشو استاد توفان بگم سودا بخوام نکه شیرش مهراج نزدیک شعر روزبک هم بیشتر می‌نویسه مهراج بنویسن همکاری میان شما و میان اکر روزبک مهراج هستن بهترین همکاری قدیما بهترین روزا با خودشون میگذرونم در توی معرکه ها میرین مقصد شرنامه شما قطعی اکر روزبک چی خیلی بین شما مقصد جدوگی نیست ما حسابی هم گفتم خیش تاوری خیلی ما شرنامه نداریم که ما باید همین قسم با تیم برم همین قسم نتی اگر من نمیرم همین مقصد هم انسان خوبای مرده که چخیره هم یکم شرنامه حق ما نداریم که مرا قسم بودیم دیگه نمیرم و مرا همین قسم تیم خیلی گپون نیست هم که توی بوچید حق هم اونو جوابه میزن نواختن اسباب ها کدوم نمودورا میتونید؟ چند نمود اسباب میتونم مثلا چند نمود؟ نه نوازی کردم میتونم یه خرم محسوب مقصد سینتیزر یعنی یه خرم میتونم وقتا خیلی باید دست دیگه میتونم وقتا خصوص نمیشه که نه یک قطعه یه خرم شما اینستوی صنعت خوندگی هستی؟ کدوم فاکولتی؟ فرهنگ شناسی سرگردانی مردمی دیپلم تو نگرفتگی هستی؟ بله یا رنگی دونزان اینی میسته من دونو در تغییر نگم بازم در تغییر کی باشه میگیرم نگه این روز میرم میگم پگا میرم این روز میرم اون رو میگیرم اگه نه خارجوری چی نیست ما همینجا اون در درسم طوری که دونزان وقت سوال داری تنها خدمت رفتم بعد ما دیگه زیاده این دیپلم های دیپلم اکه خود جان چون که در رفتی برنامه گفتید که اکه روزبک استادی مای همه جلته مای لیک گفتم میتونید که استادی اولین شما کیست؟ استاد اولین من این بهردین بیکوف است بچه شادروان حبیب الله بیکوف مقصد بچه امکی میشه امک بچه هم میشود اگه سرچشمه همین صنعتی ما اساس بگیم همین چیزی که من را یاد داد تا همین دانشگاه داخل شدن من این بهردین بیکوف بچه امکی بود تا همین سال 2007 بعد که سال 2000 ما شهر رو اومدم دوشنبه شدم مقصد تا حاضر همکاری بعد قطعا نمی بکردم مثلا اگه ایران استاد اون خطا نمیکنم مثلا چندین سال میشه اگه خیلی استادی اساسی که یاد دادگی طرزی حافظ سرود خوندن طرزی مثال یکون اسباب نواختن بهردینه در عائله شما در اولاد شما همه چیز هست یعنی بله پدرم صنعتکار خوبه امکی مقصد حبیب الله بیکوف شادروان حبیب الله بیکوف مثال فرزند یو بهردین اینا با روزبک الان روزگار چی مرسه بسیاری ما کم زوری نکنین بسیاری ما باشه اگه خودتون یک سرودی پدر به نهایت خوب کلیپ کرده بوده یک سرودی خوب کرده بوده همون در زنده بودن پدر شما بود یا بعد گذشتن یعنی همون چیزی سرود که برای هست پدر بود همون چیزی که هست حیاتی هم پدر همون سرود برای همون حیاتی پدر بخشیده بود نه چهار بسیارش رو زنده کردن میتونم حاضر نمیگی اولی هم تیار نیست این هم سورپریز تمام دوستان از با نگذاریم و دیگر قسمت سوال جواب بود اکر قابل جان کمتر بیا آیدی دوره دانشجوی شما گپ زنیم مقصد شما در کجا میایستادید خوابگاه در میایستادید خانه شخصی در میایستادید عذاب چی خیل بود مشقت چی خیل بود درسخوانی چی خیل بود یکم سال در خانه همین وقتی که 2007 من در دانشگاه دولت صنعت تاجیکستان بنام میرزا ترسونزاده که داخلی شیرین در خانه تقایم بوده بعد یک سال
خیلی همین هنر که داشتم مثال یک سال خواندم بود کردم با قشلاق رفتم از سپتامبر که درس سر شدن گشتم اومدم ای همین 2008 بود برای 2008 میشه و 2008 تا 14 دیگه در خانه نمی روزبک بودم باقی نمیشم پون روزبک گیت زنم خانه بگم یعنی نام روزبک 26 بود رسید برای چی همین چند سال که داریم یکون خیلی مثلا چی نیست ای 2008 تا 14 در خانه بودم اگه بهترین روزا گذشت روز خوب گذشت مثلا عذاب هم بگیم عذاب نکشتیم دوره استودنتیتون خیلی که ایش صبح عذاب نکشتیم که ما نرمال بیان چی میتونستیم بخوریم یعنی کوری میکردید که سلام توی چه بسیار بود آخی بله مثلا حاضرم هست حاضرم کم نیست هست تو و چه بود به حد بسیار بود آخی فقط توی دا انا حساب من امروز که دیپلم نگرفتم دیگه ایفای ایجادیات خود شده ایفای توی معرکه شده دیگه من خیلی کارش خوزی برای هم دانشگاه میشناسن من نمیشناسم یعنی به خربی رفتم هم استاد ما دیدم با هم کورسم اونجا کار میکنن هستن نه گفتن که برم دیپلم بگیرم محل میگم میام این روز میگم فکر این روز میگم تمام دیگه اگه قبیل فرزندان شما و اولیاء شما همراه شما زندگی میکنن یا اینکه در کارگاهی بسونه همینجا در قدیما شما برای چی ما از یک مدت معین در خرم‌تپه زندگی کردید باز به شهر دوشنبه رفتید باز گشت اومدید اگه نصیب تقدیر همین بود اگه خرگاندم که کم هم مسئله زندگی میکنه خیلی مکرم چکی بود مسئله زندگی کنم ولی در دوشنبه چی با همه سراینده و سمونه شخصی خود مشغولانه ما از شما میکنم نمیکنم خیلی باور کم چیزا نمیدونم برای چی نگه چند کس گفت کم خیلی بکشم یوتیوب خیلی یوتیوب اگه میگه یا مواد در کار برای یوتیوب من چی نمیپرتم تو یا برشون رو نپرسته که یوتیوب چیه تو دانشگاه مثلا راه در حدیثم به تلفن میارم یک دسته خوب کده من نه کلیپ نه باید مثلا چی میپرتم نمیدونم نگه آینده هست او خروزه نمونده مقصد مخلصو دا وعده میده که یک سمونه شخصی خودم میکشوه که چی نمیگره شما یک ماه نمجا دست روزهای نزدیک اولی تو با میکشم بعد نصیب خدا خواهد سرودهای نو کلیپهای نو پیشکش انیم همه مخلصو میگرد این دوستان عزیز سبب برنامه کردن ما هم در چی بست که برادر عزیز ما نمیخواست که این حال برنامه کرد و کنال خاطر که میخواست که مخلصو دا سورپریز کنه یک چیزی که خوب داشت یک چیزی که خوب که ایده شما مثلا همراه اگر قابلیت شو صحبت کردن بهترین فکر و بهترین نقشه‌های خوب داشته باور کامل دارم که وقتی که همین نقشه‌هاش عملی بگرده با هر یک شما مخول میشه همین خیلی سخته قابل جان در انجام صحبت در آخر صحبت و نام نفرانی که این لازم ما شما رو تماشا داره چی گفتنی همین گفتنی هستم که جای باشین سربلند و خانواباد باشین زنده باشین همه وقت در خونتون خوشی و خرسندی باشن انشالله که روزای نزدیک وعده کلگمون موفق میکنیم برای تماشا بینام باشد خداوند نگهبان دوستان عزیز تو برنامه آینده دست